موتور 400,000 تومانی مرد. چی کار کردید با من بکن؟ دزدی هم نبود، به خدا دزدی نبود، همه چی خوب بود. ارزونی دزدی نمیشه که، گرون میشه دزدی شروع میشه. یه بسته خرمای رطب بم، خرمای خوب 200 تومن، 200 تک تومن ها، 200,000 تومن نه. الان میری یه بسته خرما میخریم. خیلی جالبه، قوطیاش از کف آوردن بالا، قوطی به این بزرگی، کلا یه ردیف خرما از کف آوردنش بالا، برمی‌داری کف قوطی رو میبینی. گرونی بشه اینجوری میشه دیگه، دزدی شروع میشه. نکنید، تو رو خدا نکنید بابا، درست کنید این وضعیت رو. به خدا یه ناهار ساده میخوریم میشه 500,000 تومان. و چقدر مگه حقوقمون آخه؟ بابا سال 90 من رفتم خدمت 10,000 تومان بابام گذاشت جیبم، 2 ماه پول جیبم بود. با 15,000 تومان 5 نفر آدم رفتیم شمال، 10 روز شمال بودیم. بابا دیگه نمیشه الان، به خدا نمیشه. پدرم در اومده، جوونیم رفت. اون موقع که جوون بودیم 20 سالمون بود، فقط کار کردیم. باز خدا را شکر تونستیم یه 4 تا چیز دست و پا کنیم، تو پیلی نمونیم، کارت و خواب نشیم. این بدبخت جوونا چیکار کنن الان؟ اون نمیتونه کاری کنه، به خدا نمیتونه. اون جلوی رستوران یک موتوری بود، گفتش همون چیکار کنم من با این وضعیت؟ تو من بگو چیکار کنم. بسر فکر کردم بودم نصیحتش کنم، بودم چی بهش بگم. بودم ببین فقط یه چیزی از من داشته باش، کاری که من نکردم و تو بکن. من اشغال نکردم، در میاری اون اشغال بودم، اشغالم نمیتونه بکنه بدبخت. گفت ببین موتورمو نگاه کن، ماهی 10 میلیون حقوقمه، موتور هر ماه میذاره زمین. راست میگه آخه با وسیله کار کردن میشه همون خرج وسیله. بابا تو رو خدا یه فکری با حال اینا بکنی. جان مادرت، من با اون دوز بیشرفی که پول برمیداره میره با اون کاری ندارم، ولی شرف هست هنوز توی یه سری از مسئولات دارن. تو رو خدا نذارین این وضع پیش بیاد. به خدا افسردگی گرفتیم. من شبو بیشتر دوست دارم. محسن شد خود باهات صحبت میکنم، شب من ببینی شب من بیشتر دوست دارم. چرا افسرده شدیم داداش؟ به خدا حالم گرفته است. آخه یعنی چی این وضعیت؟ من نمیدونم. رئیس جمهورمون اینا مگه خودتون نمیبینید وضعیت رو؟ بابا یه نگاه کن، یه کوچولو بخوای خرید کنی میشه بابا یه دونه یخچال شده 40 میلیون. بابا 40 میلیون دیگه یه آدم بود. آخه الان تو این وضعیت چیکار کنیم ما؟ خدا وکیلی، به خدا صبح تا شب میگم این خدایا مرگ بده راحت. الان این منم که کار کردم 4 تا چیز گذاشتم برای خودم. بابا به والله حالم گرفته است. من تو زندگیم دست یه دختر نگرفتم. الان میبینم تلویزیون داره میگه آقا برید اشغال کنید. چطوری اشغال کنیم؟ با چی اشغال کنیم؟ هر چی کار میکنیم میشه فقط نون اون روزت. اون روزم به شب نمیرسه. صبح زدی بیرون، شب اومدی تو این سرما.